در دهه‌های 1360 و 1370 خورشیدی خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان بود. جنگ ایران و عراق تازه پایان یافته بود و صدام حسین رئیس جمهور کشور عراق کشوری رو در اختیار داشت که از جنگی طولانی، ویران کننده و با بدهکاری بیرون اومده بود. اون میدونست که ارتش عراق دیگه اون قدرت مطلق گذشته رو نداره و همین باعث شد به دنبال ابزارهایی بره که بتونن بازدارندگی و وحشت ایجاد کنن. ابزارهایی که بدون نیاز به ارتشی عظیم بتونن دشمن رو فلج کنن. قبل از شروع ویدیو لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید ازش مطلع بشید. اگر هم از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. رژیم بعث تصمیم گرفت به سمت سلاح‌های کشتار جمعی حرکت کنه. سلاح‌هایی شامل برنامه‌های شیمیایی، بیولوژیک و حتی تلاش‌هایی برای ساخت سلاح هسته‌ای. از بین این همه گزینه، سلاح‌های بیولوژیک به دلیل ماهیت پنهان، هزینه نسبتاً پایین و توان تخریب گسترده برای رهبران عراقی جذابتر از بقیه بودند. بعد از سالها جنگ، عراق در شرایطی بحرانی بود. ارتش فرسوده، اقتصاد ضعیف و تهدیدهای منطقه‌ای صدام رو وادار کرد به دنبال سلاحایی بره که در میدان جنگ و در سیاست بین‌المللی موازنه قدرت رو تغییر بدن. در نگاه اون، سلاح‌های بیولوژیک یا میکروبی ابزاری بودند که میتونستن هم نقش بازدارنده داشته باشن و هم دشمن رو بدون نیاز به بمباران یا حمله مستقیم از پا در بیارن. از طرف دیگه ساخت این نوع سلاح‌ها نسبتاً ارزان‌تر از تسلیحات هسته‌ای بود و میشد فعالیت در این زمینه رو پنهان کرد، چون ظاهرش شبیه پروژه‌های علمی و پزشکی بود. به همین دلیل از اواخر دهه 1970 و به ویژه در دهه 1980 عراق سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زمینه بیوتکنولوژی و تحقیقات میکروبی انجام داد. طبق اسناد و گزارش‌هایی که سالهای بعد منتشر شدند، دانشمندان عراقی روی چند عامل خطرناک کار کرده بودند. مهمترینشون شامل آنتراکس که باکتریه که میتونه تا سالها زنده بمونه و اگر وارد بدن بشه میتونه بیماری مرگباری ایجاد کنه. توکسین بوتولینوم، سم فوق‌العاده قوی که حتی مقدار بسیار کمی از اون میتونه مرگاور باشه، و آفلاکتوسین، نوعی سم قارچی که میتونه باعث سرطان بشه و در مواد غذایی رشد کنه. در کنار اینها گزارش‌هایی هم وجود داشت که عراق روی سم ریسین و برخی ویروس‌های دیگه هم آزمایش‌هایی انجام داده، ولی مدارک قطعی برای بسیاری از اونها وجود نداشت. البته باید تاکید کرد که انجام تحقیق با تولید انبوه یا استفاده واقعی فرق داره. در بیشتر موارد اونچه بعدها توسط بازرسان کشف شد بیشتر شامل نمونه‌های آزمایشگاهی، گزارش‌های تحقیقاتی و مقدار محدودی از مواد آماده سازی شده بود، نه زرادخانه‌های بزرگ یا مقادیر گسترده برای عملیات نظامی. برای اجرای چنین برنامه‌ای عراق شبکه‌ای از تأسیسات تحقیقاتی و صنعتی ایجاد کرد. یکی از معروف‌ترین اونها تأسیسات الحکیمیه و مرکز تاجی بود که ظاهراً به صورت رسمی در زمینه داروسازی و کشاورزی فعالیت می‌کردند، اما بعدها مشخص شد بخشی از کارشون به تحقیقات نظامی مربوط می‌شده. تجهیزات مورد استفاده در این مراکز از کشورهای غربی وارد می‌شد و معمولاً به عنوان ابزار تحقیقاتی غیر نظامی معرفی می‌شد. این پنهانکاری باعث شد تا مدت‌ها کسی متوجه هدف واقعی این پروژه ها نشه. گزارش‌هایی وجود داره که عراق در اواخر دهه 1980 به تولید مقادیر محدودی از برخی از عوامل بیولوژیک رسیده بود، اما همچنان مشخص نیست که اونها توانایی استفاده نظامی از این موارد رو هم پیدا کرده بودن یا نه. در مورد اینکه عراق آیا واقعا سلاح‌های بیولوژیک تولید شده و آماده استفاده داشته یا نه همیشه اختلاف نظر وجود داره. برخی منابع ادعا کردند که رژیم بعث مقادیر قابل توجهی از آنتراکس و سم بوتولینوم رو تولید و در بمب‌ها و کلاهک‌های موشکی ذخیره کرده. در مقابل بازرسان سازمان ملل پس از جنگ خلیج اعلام کردن مدارکی وجود داره، اما برای اثبات تولید انبوه و فعال بودن برنامه شواهد کافی در دست نیست. به عبارت دیگه عراق توانایی علمی و زیرساخت لازم رو پیدا کرده بود، ولی معلوم نبود این توانایی تا چه اندازه به تسلیحات واقعی تبدیل شده. بعد از حمله عراق به کویت در سال 1990 و شکستش در جنگ خلیج فارس، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر کرد که عراق را موظف به افشای کامل برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی و همکاری با بازرسان بین‌المللی کرد. تیمی با نام کمیسیون ویژه سازمان ملل وارد عراق شد تا همه تأسیسات مشکوک رو بررسی کنه. اونها اسناد، تجهیزات و نمونه‌هایی پیدا کردند که نشون میداد عراق واقعا روی سلاح‌های بیولوژیک کار کرده. بعضی از تأسیسات تخریب شدن و مواد کشف شده از بین رفت.
اما مشکل این بود که رژیم صدام در بسیاری از موارد همکاری کامل نمی‌کرد، اطلاعات رو ناقص میداد یا حتی پیش از ورود بازرسان شواهد رو از بین می‌برد. همین مسئله باعث شد بخش زیادی از تصویر واقعی این برنامه تا سالها مبهم باقی بمونه. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام، تیمی به نام گروه بررسی عراق برای تحقیق کاملتر تشکیل شد. این گروه هزاران سند، مرکز و شاهد رو بررسی کرد. نتیجه تحقیقات اونها در گزارش معروف دالفر منتشر شد. این گزارش گفت که بله، عراق در دهه‌های 1980 و اوایل 1990 برنامه‌های واقعی برای تولید سلاح‌های بیولوژیک داشته و حتی مقدار محدودی از بعضی از مواد رو تولید کرده. اما پس از سال 1991 این برنامه به طور جدی متوقف شده بود. تا زمان حمله 2003 مدرکی وجود نداشت که عراق دوباره تولید رو شروع کرده باشه. به زبان ساده، تهدیدی که خیلی از دولت‌ها دربارش هشدار می‌دادن در اون زمان دیگه وجود خارجی نداشت. پرونده سلاح‌های بیولوژیک عراق تبدیل به یکی از بزرگترین نمونه‌های اختلاف میان واقعیت و برداشت اطلاعاتی شد. در سال‌های منتهی به 2003 برخی دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی معتقد بودند که عراق هنوز سلاح‌های بیولوژیک فعال داره و ممکنه از اونها استفاده کنه. اما بازرسی‌های بعدی نشون داد که بیشتر این اطلاعات بر پایه منابع ضعیف یا تحلیل‌های اشتباه بوده. این موضوع باعث شد بعدها بسیاری از سیاستمداران و افکار عمومی از خودشون بپرسن آیا این جنگ بر اساس تصور اشتباه آغاز شد؟ پرونده عراق درسی مهم برای جهان داشت. اینکه تصمیم گیری بر پایه اطلاعات ناقص یا تفسیر اشتباه میتونه میلیون‌ها نفر رو درگیر جنگی بی‌پایه و بی‌اساس کنه. سلاح بیولوژیک فقط یک ابزار نظامی نیست، تهدیدی علیه زندگی، سلامت و حتی نسل‌های آینده. این نوع سلاح میتونه بدون تفکیک بین نظامی و غیر نظامی بیماری و مرگ رو در میون مردم پخش کنه. کنترل پیامدهای اون تقریبا غیر ممکنه، چون بیماری میتونه گسترش پیدا کنه و از کنترل خارج بشه. در واقع یکی از دلایل اصلی که جامعه جهانی بعدها استفاده از چنین سلاحایی رو ممنوع کرد، همین خطر غیر قابل پیش بینی بودن بود. پرونده عراق یادآوری میکنه که حتی تحقیق در این حوزه اگر با هدف نظامی باشه میتونه فاجعه بار تموم بشه. پرونده عراق چند نکته مهم رو برای همه کشورها و مردم جهان روشن کرد. شفافیت بسیار حیاتیه. اگر رژیمی اطلاعات واقعی رو پنهان کنه، جهان دیر یا زود واکنش نشون میده، حتی اگر واقعیت کمتر از تصور باشه. همچنین باید بین توانایی و عمل تفاوت گذاشت. اینکه کشوری بتونه سلاحی رو بسازه به معنای این نیست که واقعا اون رو تولید انبوه یا استفاده کرده. همچنین باید در نظر گرفت که اخلاق باید از سیاست جلوتر باشه. حتی در رقابت نظامی، انسانیت و جان مردم باید اولویت اصلی باشه. در نهایت، رژیم صدام حسین در دهه‌های 1980 و اوایل 1990 واقعا برنامه‌هایی برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک داشت. شواهدی از تحقیقات، آزمایش‌ها و حتی تولید محدود برخی از عوامل کشف شد. اما تا سال 2003 هیچ نشونه قطعی از ادامه فعالیت این برنامه وجود نداشت. نظر شما چیه؟ آیا صدام حسین تصمیم داشت که سلاح‌های بیولوژیک رو تولید انبوه کنه یا این بهونه‌ای بود که آمریکا و متحدانش درست کردن تا این جنگ رو علیه عراق به راه بندازن؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد با دوستانتون به اشتراک بذارید.